ҳамин баъди таробеҳ мо ҳар рӯз 2 рукат ё 4 рукат таҳаҷҷуд мехондем. Ҳаминро баъд чихел мо 3 рукат витра хондем, баъд чихел биёем дар хона бихонем. اگر خواندنی باشد خوانید، هیچ گپ ندارد. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله آخرین نمازتان ویتر شود گفتن یعنی خوب است. اگر آخرین نمازتان ویتر نشود یعنی طاق نشود و جفت شود هم هیچ گپی ندارد، گناه نیست، ثواب هست به این نمازهای خواندگیتان. لیکن اگر در مسجد 20 رکعت تراویح خوانده باشید، 3 رکعت ویتر خوانده باشید کفایه. شما میتونید شب به جای همون 4 رکعت تهجدتان قرآن خوانید، دعا کنید، استغفار کنید، صلوات گویید، ذکر کنید، دیگر عبادت‌های کنید، علم آموزید. فاذا فرغت فانصب، از یک عبادت که فارغ شدی به دیگر عبادت شروع کن. یعنی 23 رکعت اگر در مسجد خوانده باشید برای شما بس است در یک شب است. هم کسی همراهی امام تا برگشتنش اگر خواند ثواب شبی پر را گرفته است. یعنی تا سحر شما گویا نماز خواندید، بگذار دیگر عبادت‌های کنید. قرآن حفظ کنید، قرآن تکرار کنید، قرآن ختم کنید، دعا کنید، دیگر عبادت‌های کنید. بس از همون نماز. اگر رفت و تهجد خواندم هیچ باکی ندارد. آخرین نمازتان ویتر شدن شرط نیست. لیکن اگر جا خواهید که آخرین نمازتان هم ویتر شود، اول ویتر اوله میشکنید. یعنی وقتی دیگه ویتر میخوانید و جفت میشد، 3 جمع 3 6 میشد. نمازتان الکی همش جفت شد، بعد نماز تهجد میخوانید، بعد در آخرش با ویتر میخوانید، 3 ویتر میشد. لا ویترانی فی لیله، در یک شب 2 ویتر خواندن منع است. 2 ویتر خواندن ممکن نیست. یعنی رفت و به معنای که 2 ویتر نمیشد، چون که 2 ویتر شود جفت میشد گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم. لا ویترانی فی لیله یعنی در یک شب 2 ویتر ممکن نیست. 2 تا ویتر که شد جفت میشد، بعد در آخر یک ویتر میخوانید، بعد نمازتان طاق میشد آخرش.